بچه خوش اومدین به یه ویدیو جدید از چنل مستر میستری. امیدوارم حالتون خوب باشه. میخوام یه ویدیو گیم پلی فورتنایت بگیریم، حالا زیاد حرف نمیزنیم، بریم سراغ ویدیو. این هم دانیال داره بی تربیت، حرف نمیزنه. دانیال الو سلام. دانیال الان بگو که سیزن چندی؟ 2 چپتر 2. آره من هم سیزن 4 چپتر 2. این نوب سگی بیش نیستم. خب بچه‌ها، هدف اصلی اینجا اومدن لوت کردن اینجاست. رو چقدر دمیش میداد. دانیال تو فایت اونور؟ نه من تو فایت هستم. خب سر لوت کنیم، بریم در قفل صندوق رو بکنیم. چی؟ طبقه بود اینجا؟ خب بچه ها از این خیلی خوشم میاد، خیلی پیستول خوبیه. حالا من بشیم پیستول جا میشه بچه هم میگم. دانیال نظر تعداد اینا زیاده، بیا کمک. اوکی سلام. بیا پایین گاف صندوق آجی. بات بود. خب بچه ها داریم لوت میکنیم مثل بچه من قبلا بالا اینا رو هوا نمیموندن. گاف صندوق لوت کنه یه خواستیم هستم بعد. اوکی آیا درامگانش من تا رو نگرفتم. درامگان ندارم بهش فقط تلسی. چی داره؟ هیچ لوته آشقاش. این شاکه بشه بردش دیمارش. شاکه به دیمار نمیدم. نه دیمار داشت نه شاکه. چی داشت؟ نه گان لیزری داشت شوی. من چون اینجا انمی نمیبینم، خوب شدن نمیبینم. این بچه اینجا پیدا نمیشه برام. بریم به منم سوار کن. یه ماشین هست اونو بردار بیار. ماشین درست حسابی ها بچه. شانس هم رنگ نقره‌ای افتاد. ماشینش آروم میرن تو جاده برد. آره بابا این رد این جاده نری سریعتر میره.
ادار انمی بریم دیدم. یه انمی گیر اومد بالاخره انمی. مال خودمی دانی این اصبره نه دانی این یکی دیگه واسه خودمه جایی نادر این ور بود اصلا. تیرش از این ور اومد ایسه لیژندری بده بله منطقیه کجایی؟ نه همینجا. دارم میرم وسط مپ چون وسط مپ چیه وسط زوم بچه ها اینجا یه انمی داره با کلید واسه خودش میگرده بریم بزنیم اینو دیگه بزنیش بلاکت میکنم بچه ها قراره که دانیال رو بلاک کنم بعد از این بچه بابا در و دیوار انمی داره میگید جا. یه شاتگان درست سایی بمونده من پامپ لیجند دارم. خب اوکی دایناسور داین سریع باشی بریم وسط زون دیگه مثلا ناسلامتی شیرفی وسط زون ها من وقتی زون هستم نیستی هستم. دانیال حالا نمیدونم تو بهش میگی زون یا سیف زون من نگفتم استور من نمیخوام از تو جلوترم بدبخت شد. کی گفته من شرطته فقط کپی رایت آهنگشو آف میکنه بچه دانیال بیا داخل این بوشه بکمیم مثل آدم گوشو نشکن بیا داخل بوشه بکمپیم واسیم انمی بیاد بیا کمپ ما رو نوباست نوب سگو رو بکن بدبخت. او ده انمی فکر کنم دانیال خوب من 10 تا سفید خورده کل دمیجش دادم دایال نزنش تو زبون آدم نزنش دانیال در رو دانیال من این در دارم خواهدمت یار دانیال خب اون اومد این بر خب اون دیگه تقصیر من تقصیر تو نیست خب یه دقیقه میگم نزن
دانیال دیگه یه بار دیگه کیلو بخور دیگه باید پلی نمیدم ها. تو درک واه خوشی چقدر داشت. پشمام یکی دیگه رفته مدیار داره رو پایین. ای بابا من دانیال فقط به لوت میکنه. دوست دارم مشکل داریم کنیم زحمت میکشیم. نمیدونی چه بلایی سر ما آمده. اوکی حالا بقیه‌شو نیاز نیست بگی. خارچ شیلدی به به. خب یه انمی پیدا کردیم خدا رو شکر. دانیال رفته اون بالا سرش گرم لوتاس زره بریم انمی بزنیم. تو خوبی داره چه میسی دادم. بابا بشه لگه. یه بات بمیرم که خرابش. چند تا نمیده از در دیوار میاد. دانیال هون خودمه. دانیال نزن. دانیال مچه بعد کلا لیف نموتو پلی ندارم. کل دمیجشون خودم دادم میگه چرا داری جایی میگم خودم دارم اینجا میفایتم. دارم یه اسکوادی داریم که نمیدونم چجوری تلیوار اسکواد میفایت. ببین کلا دانیال بگی تیم اسکواد هم میگن میدن چی میگن. نه من با تو نبایستن کلا حرف زد هیچی نمیفهمی. کلاس زبانت من به بیفایده است نرو. دانیال ببین اصطلاحات فورت وقتی نمیفهمی چرت و پرت نگو. یادش تو اصطلاحات فورت قاطی کردی و من نمیخوای یاد بدی. بچه‌ها داخل کامنت ها بنویسین چیزی که من میگم درسته چیزی که دانیال میگه. آقا دو میگن حالا یه اسکواد یه تیم هم میگم مثلا. یا اسلوب بخور گوشت نمونی برو بابا نخور الان چرا برداشت اسکال تدش خب من ور میارم نمیخوام که حالا میزنیم کی برو بابا کسی برم بابا چرا بعدشون کیل بخوریم من دانیال. لوت کن کارت نمیخوای کارت کن. کارت چیه؟ کارت صندوق اسلپی شورس هم یک آف صندوق داره. بالاخره تو از استور میای بیرون کوچولو. این بود حاجی پشمام بلک نایت بود. بلک نایت دانیال بشی برم بردارم. بیا بر سرورات گذاشتمش لوت کن تا دیروز خوشمون میاد یا الله شدی بینی که من بردارم. دانیال ول کن دیگه این حرفا رو ول کن. حاجی یارو بلک نایت بود یه پامپ زد اصلا مطمئنی رد نایت تاریک شد. مطمئنی رد نایت نبوده بلک نایت بوده. بلک نایت بود داشت اسکول. بعدش حاجی یه شاد زد اصلا دنیا تیره شد ولی تونستم بزنم. چه درانگان مایه سر از مدت ها ترچه من تا رو نگرفتمش ولی خب دانیال فکر کنم گرفته. نگرفتیش بعد دخ من بدادمش. میگم آره برای قولن دانیال تو سیزن اصلیش درانگان رو گرفتی درانگان مایدستو. آره یه پامپ میزنی حالا هیدم مایی میزنی قبلا بهتر بود الان نرف شده. آره اندازه رایفل دیگه فکر کنم دمیج میداد. خب بچه دانیال فایت دیگه مطمئنم سنگینه اون بر ها باش الان برات وینش میکنمش کن. دانیال نصف کیلو تا من نصف کیلو تا منه.
برو بابا آقا تو کامنت بنویسن دیگه آقا به نظرتون واقعا نصف کیلوش هم منی؟ داشت کلا این 2 تا کیل اونا هم کیل تو نبود جلوی تو بودن من زدمشون. آها بچه دیگه خاله بالاخره آپلودش میکنم این ویدیو رو دیگه میریم میبینیم. مچو بنات وین کنم عشق کنی مچو دایال به حداقل بذار اینو هم بودرامگام بزنم یه وین خوشگل بگیریم. گور بابا درامگانا چه دمیجی میده بچه ها وینو بگیریم. آها چه وین با خوشگل 16 تا کیل وین گرفتن کلا 5 تا کیل داری بد ده آخرش اچیومنت هم بگیریم. بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه تا این ویدیو دیگه خداحافظ. رجب